کی پاتون رو از دست دادین؟ من سال 95 دقیقاً 34 سالم بود. سال 95 این اتفاق برای من افتاد. 34 سال. میدونم تو تصادف از دست دادین. اون لحظه که از دست دادین یعنی متوجه بودین که از دست دادین یا مثلا تو بیمارستان به هوش اومدین دیدین؟ نه، من همون لحظه‌ای که تصادف کردم تو همون صحنه تصادف خودم متوجه قطع شدن پام شدم. متوجه شدین؟ بله، اصلا من پامو خودم داشتم دستم میگرفتن. یعنی شاید خیلی ترسناک باشه اینو بگم. تو اون لحظه شوکه اینقدر سنگینه که به اون حادثه اصلا دیگه فکر نمی‌کنی. یعنی خود شوک اون حادثه اونقدر زیاده که اون درد رو دیگه حس نمی‌کردم. فقط پامو می‌دیدم که دیگه جدا شده، کات شده بود در جا. تو ذهنم تو مسیر به این فکر می‌کردم که برسم بیمارستان پیوند شه. یه کوتاه بیهوش شدم تو مسیر. بعد توی بیمارستان تو اورژانس دوباره مجدد به هوش اومدم. فقط داشتم به اینا میگفتم پاهای من پیوند شه، من یه ورزشکارم، اینجوریه دوباره بتونم ورزش کنم، دوباره بتونم ورزش کنم. آره. بعد جالب اینجاست، من به زندگی عادی فکر نمی‌کردم. تو همون لحظه تصادفم داشتم به این فکر می‌کردم، به اون پرستارا کادر درون بودم آقا تو رو خدای کار کن پای من پیوند شه، من ورزشکارم.